شیرینی یا تارت پخته خاله نفیسه در عید قربان نسبت به عیدهای قبلی تقریبا یک مرتبه خردتر است. در آماده کردن دسترخوان عیدانه او از احتیاط کار میگیرد. تارت ممکن نیست گفتن برای همین من دیگه پختم بسیار پخت و پز نکردم. برای همین تنظیم من بسیار هیچ چیز نپختم. هر وقت هر چی میپختیم و میکردیم. خاله نفیسه یگانه نفری نیست که امسال برای عید قربان خانه خاکسارانه می‌آراید. کمیته دین با یک دستور به ساکنان هشدار داد که از دسترخوان پرخرج خودداری کنند. پخت و پز کم کردیم و با همراه دوگانه ها هر سال میگشتیم و این سال وقتی که همی در تلویزیون گفتن که ممکن نیست با معیار مقرر کمتر کردن در کار، ما مصلحت کردیم که در عید یعنی نمیگردیم، فقط دسترخوان به حد امکان با پخت و پزهای ملی کمتر آرام دهیم. در عرفه این عید به ساکنان تاکید شد که مقررات قانون تنظیم رسم و آیین‌ها را رعایت کنند وگرنه برای آراستن خانه‌های با دبدبه تا 5000 سامانی جریمه می‌شوند. نه همه از این قرار حکومت راضی‌اند. بعضی خانواده‌ها تنظیم دسترخوان عیدانه را دخالت به امور زندگیشان می‌دانند. دسترخوان یک به یک فرمایش ده، اما یک نیم به یک دسترخوان می‌کشویم تمام. هم چیزای ملی خودمون هم می‌مونیم تمام. محبت را این محدودیت خوشحال کرده است. او میگوید قبلا مردم در آراستن خانه عیدانه بین هم سبقت میکردند. سبقتی که بعضی ها را قرضدار میکرد. با عائله خودمون بهبودی، با عائله تاجیک یک بهبودی ده، یک ما راضی مایمی اقدام. عید قربان یا عید الاضحی در پایان مراسم حج و زیارت مکه برگزار می شود. این جشن در برابر عید رمضان یکی از دو عید اساسی برای مسلمانان کشور است.